ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما. ای خالق این جهان، تویی نور بیکران، قدرت تو جاودان. ای ایزد مهربان، اکنون آزادم نما از اسارت شیطان. بر من ترحم فرما، بازم ای شاه شاهان. ای خداوندم عیسی، ای خداوند یکتا، مرا از خواهش جسم به یک بار کن رها. اکنون آزادم نما از اسارت شیطان. بر من ترحم فرما، بازم ای شاه شاهان. ای خداوند، تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک با تو شادم.